أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. پرمهر سلام و درود و درهباتون یکی و حق بر رجن سرچمگ ادبی دیوان مهتران واجهان راج دبتران راج دوستان زاندکاران سلامت و سوبین باتید وج دل باتید وج نام باتید سهت و سور هج برمگین داتید یه وشین و یه نیکی دم و درگت مروچی یک شنبه روچ مراد باد و ما شما سرجمی مسلمان انشاءالله وشین روچو دل کشین زندمانی باد. الله جل جلاله درستی بلوچ راجا چه ما ایرانا چه ما پاکستانا چه درستی هندو دمگا بلوچ راجا چه بزدگیا چه هواریا چه گدارانی چه همداریا الله جل جلاله بلوچ راجا برکینات. الله جل جلاله بلوچ راجا جهدکاران چوک بانو که مهرنگا و یدگر راجا دوزواها درستا الله جل جلاله نصرت کنات. الله جل جلاله زوران سران و ظالمانی لشکران پروش دیات وات شکست دیا گوتی قدرتان الله جل جلاله وات گوانیا فیصله کرات. سلامت باتید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. پرمهرین سلام و درود. بسم الله الرحمن الرحیم. بنداد به الله پاکی ناما که آسک باز مهربان و زبرین رحم کنو کی. ویل للمطففین. تباهی و بربادی کم میکنوکانی واسطا. الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون. هما که وحدی که چه مردمان کیل کنه ورا پوره پوره زیرند. و اذا قالوهم او وزنوهم یخسرون. وحدی که پا آیان کیل کنه پا دیگه مردمان یا کشن گرا کم کنند. و تیگان وحدی که پا کیل کنه پوره کنه و وحدی که پا دیگه مردمان کیل کنن تو کشن گرا چه آسنگان کم کنند. الا يظن اولئك انهم مبعوثون. زانا یه ایشی گمان نکنن که چست کنه بند. لیوم عظیم. فمزنی روچیا یوم یقوم الناس لرب العالمین. همه روچا که مردم گوشتند درهین جهان پروردگار دیما. کلا ان کتاب الفجار لفی سجین. هجبر چو نهید بدراهانی نوشته مسجین تهابند. و ما ادراک ما سجین. و تو چی سرپده که چی سجین؟ کتاب مرقوم. کتابی نوشته کتگی. سجین یک باز تنک و ترپشین جاگهی که همو دا کافران روح و آمال نامه مچ و یر کنگ بند. یه باز جهلادن جهلن سجین جهنم جهلترین جاگاهن. ویل یومئذ للمکذبین. تباهی آروچا پدروغ بند کنوکان. الذين يكذبون بيوم الدين. هما که دروغ بند کنه انصاف روچا. وما يكذب به الا كل معتد اثیم. دروغ بند نکند آیا بله هر گیشی کنوک و گنهکار. اذا تتلى عليه آیاتنا قال اساطیر الاولین. همی که وانگ به آیه سرا می آیات گوشید که یه پیسرینانی دروگین قصه هند. اذا تتلى عليه آیاتنا قال اساطیر الاولین. همی که وانگ به آیه سرا می آیات اما گناهگار سرا گوشید که یه پیسرینانی دروگین قصه هند. استغفر الله. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. هجبر چو نهین بله زنگ لگتگ اشانی دلانی سرا چه اشانی کتتگین گناهانی سببا. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. هجبر چو نهین بله آچوتی پروردگارا بله چوتی پروردگارا روچا
پردگ تها بند. چه آیت زانگ بید که کافر چه الله پاک دیدار زبهر و محروم بند. هنچین پرده آیانی و الله پاک میان بید که الله دید نکنند. و مسلمان و مؤمن ها الله دیدار آیانی نصیبی بی مسلمانانی مؤمنانی، بلی کافر هجبر الله دید نکنه. یک پرده در میان بید الله در میان و کافرانی در میان یک پرده بید. ثم انهم لصال الجحیم، پدا آیا ما رچگیم دوزها. ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون، پدا گوشگی بی که ایشه هما که شما دروغ بند کتگد، اما دوزو که شما دنیای سرا دروغ بند کتگد ایشه. آی پوتی چمان گندن گرا. کلا ان کتاب الابرار لفی علیین، هجبر چو نه بیشک نیکانی نوشته مبرزینانی تهابند. وما ادراک ما علیون، و تو چی سرپده که برزین چی اند؟ کتاب مرقوم، کتابی نوشته کتگی. علیین چه علو وایند، چه دا زانک بید که یه مزنشانی جاگهی و برزادند. لحتی گوشید یه بهشت آین، و لحتی گوشید که عرشه کرا یک جاگهی هست که او دا نیکانی روح و آمال نامه یر کنگمند. او دا گوشن علیین برزین جاگهی عرشه کرا. الله جل جلاله ما را شما را درستی امتا و میگوشه مات پتا نصیب بکن علیینا. یشهده المقربون، آئی گورا روان تو کایا هست و نیستی فرشته. ان الابرار لفی نعیم، بیشک نیک من نعمت تهابند. على الارائک ینظرون، متحتان سرا چاروک بند. ارائک هما تحت گوشند که آئی یکی کشا تکهی سرجاه و بالشت هسته. تعرف في وجوههم نظرة النعیم، تو درست کنه چه آیانی دیما نعمتانی تر و تازگیا. یسقون من رحیق مختوم، آواری نگبن چه دبستگی آبواریان. ختامه مسک و فی ذلك فلیتنافس المتنافسون، آیه مهر مسک بی تو پهنچینا و پهنچینا پیش کپکایی بکنند پیش کپکایی کنوک. بزا همی آخرت نعمت و راشی همشی کرزند که همشانی واسطا پیش کپکایی کنک ببید. پرچه که اشان حلاس بی یک بر نیستن، هجبر حلاس نبن، لایک مردم به همشان سبقت بگی، به همشان پیش کپکایی بکن چه یک و دگرا، نه به دنیای مال و دولتان، بلکه په آخرت نعمتان و اشیان لایک مردم سبقت بگی چه یک و دگرا گیشی بکند. و مزاجه من تسنیم، و آئی هور کتگی چه تسنیم آیند. و مزاجه من تسنیم، و آئی هور کتگی چه تسنیم آیند. تسنیم بلندی و برزی گوشند، مطلب همشین که آیت ها بهشت برزترین جاگه ها چه رنبوکی شراب هم هور بید. عین یشرب بها المقربون، چمگی که چای نوشن هست و نیستی. ان الذين اجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، بیشک آک گناهگارتند کندوکتن ایماندارانی سرا. دنیای گناهگاران ایماندارانی سر کندید. اگر یکی سنتی مروچی زندگ بکن، اگر یکی ریش بداری مای کلاگ و مسکره کنه آیه سر کنده. اگر یکی باز نماز بانی مسیح تا برات ما آیه سر کنده. اگر یکی زگرا بکن الله گا ما آیه گنو کزانی که یه گنو که چونیش یا چیه گوشی
الله ذکر اگه یکی بکن مدام بکن گوشی گنو کی اگه یکی ریش بداری ریش را مزن بکن سنت طریقه یا رسول صلی الله علیه وسلم اگه آیا دنیای سرا کندن تو کلاگو مسخره کنند. ان الذين اجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون بیشک آک گناهکارتند آکندو کتن ایماندارانی سرا و اذا مروا بهم يتقامزون وحدی که چایان دیما گوستند و موتا چمک جنانتند بزا چمک پوزو که شکد کلاغش گفت و موتا و اذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فكهين وحدی که برترتن توتی لوگان گرا برترتن گلو چلا و اذا رأوهم قالوا ان هؤلاء لضالون وحدی که آیش دیدند گوشتش که یه پهگارند و ما ارسلوا عليهم حافظین و یه دیم در یک نبی تگن پا آیانی سرا نگهبانی کنگا فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون نمروتی آک مؤمنند کافرانی سرا کندوک بند دنیایا گنهگاران و کافران تا مؤمنانی سرا کندتا مروچی آخرتا آک مؤمنان ایمان دارند کافران کندن و با هم کافر که دوزها دیم دیگه بند مروچی مؤمن و مسلمان کافرانی سرا کندوک بند على الارائك ينظرون ما تحتانی سرا تکه دیوک بند هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون ایا مزد یک بی کافرانا هرچی که آیا کچ تگ هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون ایا مزد یک بی کافرانا هرچی که آیا کچ تگد صدق الله العظیم. سوره مبارکه المطففین 83 سوره 614 سوره کلام الله مجید و کلام الله مجید 30 جزء ہے و نگر رجان کنگ بید. الله جل جلاله ما را و شما را ببخشید اگر کمی بی اگر گیشی بی الله معاف بکن تو ببخشید که الله پهل کنو که ذاتی الله جل جلاله کلام الله مجید شفاعتا کبرا و قیامت روچا سختی آخرت روچا مگشوه درست امت نصیبا بکن انشاءالله رب العالمین. الله جل جلاله ما را و شما را توفیق بده قرآن بوانه قرآن حقا ادا بکن انشاءالله و قرآن سرا عامل ببین. الله ما را و شما را یہ توفیق هم بدند انشاءالله رب العالمین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سوره المطففین. مطففین هما کم میکنوکان باشند همایان که وحدی که کیل کنند تو کش کنند وزن کنند و تیباروا پوره کنند و پا دیگه مردمان که کیل کنند تو کش گرا کم کنند چایان و تیگان گیش کنند. سلامت و سوبین باتید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.